حالا اینکه من میگم اسکل، خدای نکرده تصور نشه من حرف زشت نه، اسکل اسم یه پرنده است در جنگل‌های استوایی. چرا اسمش اسکله؟ چون اسکله. یعنی دانشمندا گفتن این اسکل باشه، بهتره، خودشم قبول کرده، هیچ مسئله ای نیست. شما چه اعتراضی داری؟ حالا این چه کار میکنه؟ این دونه‌شو میره تو جنگل قایم میکنه، بعد یادش میره کجا، همیشه هم گشنه از خاک بر سر. اخیراً مثل این که دانشمندان علم جانورشناسی پرنده‌ای رو پیدا کردن که از اسکل هم اسکل تره به جون خود، تحت عنوان شنقل شنقی شنقل. ببین بچه‌های امروزی رو، یه الف بچه هست شنقل سری در جا. من تا 16 سالگی نمیدونستم دخترم یا پسرم. اینقدر بچه‌ها رشد کردن، عجیبه.